ماینکرافت. اما توی ویدیو قبل که آموزش ساخته پله برقی رو گذاشتیم خیلیاتون گفتین نه هوشمند بود نه برقی، پس بریم یه هوشمند و برقیش رو درست کنیم. با ردستون لامپ به صورت پلکانی پله میچینیم و میایم بالا. دقیقا همین کار رو با فاصله 4 بلاک اینور انجام میدیم، یعنی روی بلاک پنجمی همین کار رو انجام میدیم. بلاک اضافی رو میکنیم جاشون استیک پیستون میذاریم، دقیقا همین طرف هم این کار رو میکنیم و میایم اینجا پله میذاریم. حالا میایم روی ردستون لامپا تریپ وایر هوک میذاریم که بتونن تکون خوردن رو تشخیص بدن. این وسط هم استرینگ میذاریم که اینا رو به هم متصل کنن و تشخیص بدن که ما وقتی راه میریم تولید برق کنن. بعد که برای همشون گذاشتیم این چند تای آخری هم بذاریم. حالا ما یه پله برقی هوشمند داریم که اگه ازش راه بریم برامون هم روشن میشه هم راه درست میکنه.